با درود، رحیم نقاش زاده هستم. 8مین فایل اقتصادیم رو در رابطه با مسئله طلا و بیت کوین خدمتتون خواهم. در مورد طلا، اگر فایل های گذشته من رو دیده باشین، گفته بودم که دیگه نوسانگیری به صورت اساسی اون رو سودای خوب تا 16 و 20 فروردین بود و روی عدد میاد پایین. بخاطر این مباحث صحبت مذاکره هست و چی میشه و چی نمیشه، روی 6 و 200 پله ورود کنید بد نیست، خوبه. و دوستانی که این کاری کردن، این نوسانگیری روی پله ورود کردن روی 6400 6400 و 500، هر کسی به میزانی که خرید نوش جانشون این نوسانگیری کوتاه رو انجام دادن. ولی اما حتی اگرم توافق انجام میشه، چون مذاکرات حالت فرسایشی پیدا کرده، آنچنان ریزشی تو طلا نخواهد بود و نهایتا روی 5300 و 5500 باز میتونید با توجه به شرایط یک پله ورود کنید. ولی به صورت بلند مدت یک ساله نگاه کنید، این روندش سعودیه و اگر هم روی قیمت های بالا 8 تومن و اینا خریدید، باید دیگه دست نگه دارید، نفروشید، چون به صورت بلند مدت سعودیه. اونس جهانی مقاومت 3200 رد کرد به مقاومت 3500 بعدی خود، هنوزم این مقاومت 3200 رو از دست نداد و تحلیلگران اعتقاد دارن که این حالت صعودی خواهد بود. بنابراین به دید یک سالی بلند مدت اگر نگاه میکنید، حتی روی بگن مذاکرات خوب شد، روی 5300 باز یه پله ورود کردن مناسب و دور بعدی مذاکرات مشخص میکنه رو همین 6400 6200 هم باز یه پله ورود کردن مناسب، ولی به دید بلند مدت یک سال نگاه کنید. اما بریم در مورد رمزارز بیت کوین. چقدر پارسال من کلیپ صوتی گذاشتم، تمام گروه ها پست گذاشتم که روی 41 هزار دلار بود که به این 100 هزار دلار میرسه و روی این بیت کوین سرمایه گذاری کنید که خودتون میدونید که 100 هزار دلار هم رد کرد، برگشت رو 83 بود. گفتم که 83 86 95، گفتم این روندش به صورت کلی یک روند صعودی رو شروع کرده. حالا با این صحبت های مذاکرات و اینا یکم بالا پایین میشد، ولی کلا روند صعودی بود. گفتیم که اگه مقاومت 106 هزار دلار بشکنه و به 112 هزار دلار میرسه که مقاومت 106 رو شکند و چندین تا کندل خوشبختانه خوب انجام داد بالای 106. حالا ترامپ اومد مسئله تعرفه‌های 50% اتحادیه اروپا بود چند جای دیگر رو مطرح کرد، جلوی رشدش یک مقدار گرفت. ولی خب بیت کوین هم به صورت بلند مدت سعودیه، بالاخره هنوز حمایت 106 هزار دلار رو از دست نداده. اگر هم از دست بده رو 102 هزار دلار هم نقطه بعدی حمایت بعدی خواهد بود و این بیت کوین هم در دراز مدت حالت صعودی خواهد داشت. اتریوم همینجور در به صورت یک سال اگه نگاه کنید حالت صعودی خواهد داشت. یک سری دیگه ارزها هستن که ارزهای مناسبیه، ولی حالا یک مقداری باید صبر و حوصله کرد، پله‌ای ورود کرد اگه می‌خوایم ورود کنیم، و یک مقدار هم با صبر و حوصله مثل پپه، پولگادات، ریپل، دوج کوین، شیبا. ولی خب حالا اینا رو صبر کنیم تا این پدر تمام رمزها بیت کوین که خودش روند صعودی البته داره، روند صعودی خودش رو طی بگیره، تمام این رمزارزهای میم کوین ها و رمزارزهای دیگه هم دنبالش میرن که دنبال روی این هستن. ولی باز این هم به صورت بلند مدت و یک ساله نگاش کنید. حالا که مقاومت 106 رو تبدیل به حمایت کرده و این مسئله خاصی پیش نیاد، این روند صعودی خودش رو ادامه بده و به عددهای 120 هزار دلار و بالاتر هم حالت 112 هزار دلار رو مقاومتش رو بشکنه و چند تا کندل بالاش تشکیل بده، میتونه برسه. شاد و پیروز باشید.